لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذى. بعضی مردم تنها طعام دادن را صدقه می شمارند. اگر حاجتمند را پول، لباس، غله و غیره داده شود آن را صدقه نمی شمارند. مثلا اگر به اهل میت گفته شود که پولی که در طعام سیوگاهی صرف میکنید نصف پول آن را به یگان بیوه و بیچاره صدقه کنید، در جواب میگویند که سیوگاهی چی می شود؟ از پیش جمعگی هاست، پول و پیسه هم کم است. او خیال میکند که صدقه تنها طعام دادن است. انواع صدقه ها زیاد است که در احادیث بیان شده است. از جمله عدل کردن هنگام داوری بین دو نفر نیز صدقه است. کمک کردن به مردم در برداشتن یا فراوردن بار صدقه می باشد و هر کلمه خیری که به زبان آید و هر قدمی که برای نماز به سوی مسجد برداشته گردد و هر چیزی ضرر رسانی که از سر راه دور شود، این عمل صدقه و احسان است. روایت بخاری حدیث رقم 2767. همچنین بعضی مردم روزی پنجشنبه را برای به مسجد طعام بردن ضروری می دانند، حالا آنکه برای صدقه نه روزی پنجشنبه شرط است نه به مسجد فرستادن. بعضی مردم چنین گمان میکنند که تا وقتی بر طعام فاتحه خوانده نشود ثواب طعام دادن به میت نمی رسد. این گمان غلط است. بنده مؤمن با اخلاص هر چیزی را که در راه خدا خیر کند قبول می شود. اگر ثواب آن را برای گذشتگان بخشیدنی باشد تنها نیت کردن کافی است. نه برای آن فاتحه خواندن ضروری است و نه به مسجد فرستادن. به حواله ابک مسائل جلد 3 صفحه 564 از فتواهای حضرت مولانا مفتی محمد یوسف حنفی رحمت الله علیه. وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله